سفارت تاجیکستان در روسیه هلاکت دو مهاجر تاجیک و جرات برداشتن سه شهروند دیگر تاجیکستان را در صدمه مدهش روز 22 آگوست سال 2023 در ولایت تنبوف تصدیق کرد. در آن صدمه در عموم 4 نفر به هلاکت رسیده، 5 تن دیگر جراحت برداشتند. سفارت تاجیکستان در روسیه در اطلاعش گفت از هلاکت دو شهروند تاجیکستان که روز 22 آگوست سال 2023 در نویه میچورینسکی ولایت تنبوف روسیه بر اثر صدمه مدهش نقلیاتی به هلاکت رسیدند خبردار بوده، همدردی خویش را به نزدیکان فوتیدگان اظهار می نماید. همچنین آمده است در اطلاع بر اثر این حادثه ناخوش 3 نفر زادگان دیگر تاجیکستان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارستان محلی بستری گردیدند. سفارت گفت در همکاری با جمعیت تاجیکان منطقه تنبوف به نزدیکان و پیوندان هلاک شدگان و آسیب دیدگان کمک‌های ضروری می‌رساند. طور قبلا خبر دادیم روز 22 آگوست سال 2023 ساعت 18:50 در راه ماشینگر در کنار دهه کچیتوفکا یک ماشین تمغه لادا پریورا با مقصد گذشتن از ماشین‌های دیگر به سمت مقابل حرکت برآمده به ماشین تمغه لادا گرانتا سر به سر زد. در نتیجه صدمه هر دو راننده در جای حادثه و 2 مسافر در ماشین یوری تعجیلی در رو به بیمارستان جان باختند و 5 نفر دیگر را با جراحت‌های گوناگون بستری کردند.